به یک ویدیو جدید. دوستان اومدم ترکیبم رو معرفی کنم بهتون، بگم ترکیبم چیا داره و دلایلی که من اسمم رو گذاشتم بارسلونا و فیلیک. اول بریم ترکیب رو ببینیم. ترکیب عالیه. سمت چپ داریم کوارتسخیلیا، امباپه، سلا. اینا مهاجمامون هستن. ویتینیا و والورده دوتا از بهترین، حالا بهتریان رو نمیگم الان داخل این بازی از نظر من، چون من با زیاد بازی کردم با این دوتا. خوبن برای سی ام. سمت دفاع چپ هرناندزو دارم، تعویزش هم میتونیم روبرتسون رو بیارم. سمت راست آرنولدو دارم. آرنولد تعویزی نداره، یعنی من به فکر تعویزش نبودم، ولی خب با آرنولد خیلی اذیت میکنه، نگیرید کلا آرنولد. رومرو، آرایخو، فندایک، این سه تا مهاجمای وسط هستن. البته من اینجا رودیگر چی بود؟ مصدوم شده بود، نیاوردمش. اگه اون آدامس رو میآوردش عالی بود. کل لواندوفسکی، رودیگر، دیبروینه، مسی، وینی، رونالدو، سون، اولیسه، مکالیستر، کولپانی، مودریچ و روبرتسون. حالا دلایلی که اسمم گذاشتم بارسلونا. دوستان اون کد چی هست؟ باید 200 جیم بدی تا بزنه. برا من رئال مادریدش نیاورد، یعنی من خواستم هر سال یه بار بارسا یه بار رئال. البته خب کد جدید پیدا میکنم و میزنم. دوستان تا درود دیگر، بدرود.